به حال این تیم ملی ایرانه، مال همه ایرانه و اگر سخت افزارش مهیا بشه و ورزشگاه خوب داشته باشیم حق تمام شهرستان‌هاست که از تیم ملی فوتبال کشورمون پذیرایی کنن. بپردازیم به گزارش مسابقه. توپ اشکان دژاگه در دومین دقیقه مسابقه، حالا توپ میاد روی دروازه و توپی که از دهانه دروازه به بیرون میزنه. فکر کنم وحید امیری بود که ضربه رو زد. خود آندو سانتش انجام میده روی دروازه، قبل از پژمان ضربه رو میزنن. شوت بعدی خوب بود و توپ از کنار دروازه به بیرون زده میشه. ضربه‌ای که امید ابراهیمی زد. خود آندو توپو دور میکنه. یه موقع بازیکن ایران حالا میتونه ایجاد بشه تک به تک با دروازه‌بان. پنالتی، بله پنالتی برای تیم ایران. کارت داور فکر کنم اگه بخوام بده زرد باید باشه. اولین حرکت بازیکن، بله کارت زرد هم داور میده به داگلاس هریک. اشکان دژاگه ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل اول برای تیم ایران یکم باعث میشه راحت‌تر بازی رو دنبال کنن. اشکان حساب کار 1-0 میکنه. با آندو هم خوشحالی تمرین شدهشون رو به نمایش میذارند. یه گل زدیم بازی مساوی شد. رفت نفر گوشه نیمکت رو باش خوشو بش کرد. اشکان از این زاویه من نمیتونم ببینم کی است. برگردیم به بازی در شرایطی که احسان حاج صفی توپو در اختیار داره. ساندویچ انجام میده روی در، این ضربه سر از طارمی. اندرانیک تیموریان شوت زن، ضربه رو میزنه از راه دور و توپ راهی کورنر میشه. و تازه مرحله بعدی است که کار به شکل جدی شروع میشه. یک حرکت قشنگ بازیکن ما طارمی و این ضربه از او که از کنار دروازه به بیرون میره. یک حرکت قشنگ عالی بود این حرکت و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل دوم مهدی طارمی میزنه. حرکت اولش از گلش قشنگتر بود. 2-0 نفع تیم ایران. حرکت تمرین شده، گل خوشگلی رو زدیم بهشون. پاس سردار آزمون که رو هر دو گل تاثیرگذار بود. حرکت عالی طارمی که توپو رها کرد و بعد در شرایط مطلوب بهش رسید. اینجا رها کرد، اینجا توپ اینجوری رها کرد، رفت تو فضا قرار گرفت. سردار بهش پاس داد. گل قشنگ رو زدیم به تیم گوام. ایران 2 گوام 0. تو همین ورزشگاه بازی داره. اون موقع خوب میتونیم محک بخوریم، ضمن که بازی سختمون در مرحله بعدی است. توپ بیاد روی دروازه، این ضربه سر و گل سوم. گل سوم سردار آزمون به ثمر میرسونه. آمار خیره کنندش در تیم ملی کماکان ادامه داره. سردار با هم نگاه میکنه، خوب بلند شد و اینجا ضربه سر رو از تقریبا نقطه پنالتی زد و توپ در درون دروازه قرار گرفت. این لحظه است که پاس اشکان دژاگه با این ضربه سر سردار به گل سوم ایران. یه ذره این ورتر بود برای بازیکن چپا، بهتر میتونست باشه. ضربه زده میشه، امید ابراهیمی زد و توپو در اختیار میگیره هریک. دژاگه حمله پرتعداد بازیکن ما. خود اشکان توپو میبره به گوشه زمین با پشت پا. پاس خوب برای وحید امیری. وحید سان میکنه روی دروازه و این هم گل چهارم. سردار آزمون حساب کار رو 4-0 میکنه. یک کار تیمی زیبا و گل چهارم رو هم سردار آزمون به ثمر میرسونه. این لحظه است که امیری توپو سانت کرد روی دروازه. چقدر خوب بلند شد، اینجا ضربه سرش رو زد سردار آزمون. حاج صفی خودش با توپ حرکت می‌کنه، به 2 نفر عبور که عالی توپو جلو میبره پای راست. ضربه رو میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. توپ از سمت راست روی دروازه فرستاده میشه و این ضربه سر که از بالای دروازه فکر کنم پژمان به بیرون زد.
اشکال جگر با پشت به تیموریان، پاسش آروم هست ولی شانسی رسید تو به رامین رضایی از همونجا سانتر خوب روی دروازه و این هم گل پنجم. پاس رامین رضاییان و ضربه سر مهدی طارمی حساب کار رو 5-0 میکنه. طارمی هم مثل سردار 2 گله میشه در این مسابقه. با هم نگاه کنیم، توپ اومد از روی نقطه پنالتی ضربه سر زد، دروازه‌بان هم کمکش کرد که توپ بره در دهنه دروازه آرام بگیره. این سانتر رامین رضاییان تازه وارد هست و این ضربه سری که گل پنجم برای تیم ایران رقم میزنه. عالی شاه مسیرش تغییر بده، پاس خوب میندازه به سمت راست، یه کنترل خوب از مهدی ترابی، این ضربه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میزنه مهدی طارمی. یک بازیکن ما رو به بیرون واقعیت هست برای زدن گل ششم و توی دروازه. گل ششم رو هم مهدی ترابی به ثمر رسوند، شد 3 بازی ملی 2 گل برای مهدی ترابی. میرو در آغوش اوسیانو کروز قرار میگیره، خودشون دارن نشون میدن و ما رو امیدوار میکنن. با هم نگاه کنیم، مهدی ترابی است، اینجا صاحب توپ شد، ضربه را هم زد و حساب کار توپ میاد روی دروازه. دفعه بازیکن گوام طارمی روی توپ اثر میگذاره، پشت محوطه جریمه سید جلال، احسان حاج صفی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره تا داورم از سوت خودش بدمه. امیدوارم از تماشای مسابقه شما عزیزان بیننده لذت برده باشید.